بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دیر وقت، شبتون بخیر باشه، سحرتون بخیر باشه. من یه حدیثی رو دوست داشتم براتون بخونم و روزی هممونه دیگه. این حدیث 276 وصف روزگار ماست. امام باقر علیه السلام. ما این از محمد حنفی هم داریم و این نشان میده که وقتی که صاحبان کتاب‌های قدر شیعه این حدیث رو از محمد حنفی نقل کردند، اینجوری نبوده که از محمد حنفیه باشه و حدیث امام معصوم نباشه. ولی اینجا ناکنید این حدیث از امام باقره. فرمود اذا رأیت، زبانی که ببینی تو، یعنی روزگاری میاد این روزگار رو دیدی، بدان که اون روزگار ظهور امام مهدی خواهد بود. زمانی که ببینی الفاقت والحاجت قد کثرت. فاقت یعنی فقر و حاجت احتیاج، نیاز. زمانی که فقر و نیازمندی رو دیدی که کثیر شد، زیاد شد. این یکی. دو، و انکر الناس بعضهم بعضا، و مردم بعضی هاشون نسبت به بعضی دیگه یه رفتار عجیبی داشتن. رفتار عجیب چیه؟ همدیگه رو منکر میشن. یعنی چی منکر میشن؟ من جلوتر میاد میگه خودش. دو تا اتفاق گفته ما. اون موقع وقتی دیدی شرایط اینجوریه، فعند ذالک، پس اون موقع فانتظروا امر الله عز و جل، منتظر امر خدا باش، منتظر ظهور باش. یعنی واقعا ببینید دوستانی که ما میگیم اصل ظهوره، خیلی دلیل زیاده، خیلی. و همین یه دونه رو ببینید شما، خیلی واضح داره میگه. الان ادامه رو ببینید. راوی سوال پرسید فضیل: آقا جان، من جانم فداتون بشه، هذه الفاقه والحاجه قد عرفتهم. خب فاقت و حاجت رو من میشناسم. یعنی معناش رو کاش اینو نمیگو، یعنی از کاش از امام سوال میکرد که منظور چیه. ولی این انکار اون دومی گزینه که فرمودید مردم، بعضی از مردم بعضی دیگر را انکار میکنن، یعنی چی انکار؟ امام فرمود یعت الرجل منکم، یعنی یک مرد، یک شخص، چه مرد چه زن، حال فرقی نمیکنه، میره خدمت برادرش و از او یک حاجتی رو طلب میکنه. مثلا میگه آقا من 10 میلیون پول میخوام، واقعا نیاز دارم، گرفتارم، واقعا گرفتاره. فینظر الی به غیر الوجه الذی کان ینظر الی. پریشب همین برادر خونه همین برادر رفته بود شب نشینی، خیلی بگو بخند عالی. 2 شب بعد رفت دم خونش یا زنگ زد گفت داداش من پول میخوام. این آقا اصلا تحویلش نگرفت و گویا یه نفر دیگه شده. میگه وقتی که حاجتی رو بخواد به اون نگاه میکنه به غیر از اون وجه و صورتی که قبلا بهش نگاه میکرد. یعنی به محضی که طرف کارش گیر دیگری بشه، یه خواسته داشته باشه، طرف دیگه برادر و دوست و رفیق معنا نداره، اصلا یه نفر دیگه میشه. دروغ میگه، میپیچونه، دکش میکنه، عجیبه ها. و یکلمه به غیر اللسان الذی کان یکلمه به، و با او صحبت میکنه با غیر از اون زبانی که قبلا صحبت میکرد باش. اون صمیمیت کو، پریشب بگو بخند داداش منی. ببین کار تا گیر نباشه بله، اما محضی کارش گیر باشه به شخص، اون شخص تحویل نمیگیره و طرف رو دک میکنه. خیلی باحاله. یعنی دوستان قبلا یعنی حتی در دهه 70 خدا وکیلی کار برادر و برادر گیر میافتاد و گیر بود، از هر 10 نفر 8 نفر میتونستند از دستشون برمیاد انجام میدادد. آقا طرف ماشینش پنچر میشد، به افرادی که نزدیک بودن میگفت آقا کمک کن، کمک میکردن. بنزین نیاز داشتی لب خیابون یه 4 لیتر میمودی بالا، ماشین همه وای میستادن. الان شما اگر بیستی وای نمیستن. درسته آقا؟ ما در همین عصریم دیگه. ضمناً ما اوج این قضایا رو در نیمه دهه 90، 1390 هجری شمسی، 95 به این طرف خیلی وضع تغییر کرد، عجیب و غریب عوض شد. خدا بهتون عزت و سلامتی بده. ما در عصر آخر الزمانیم.
عزیزان امام زمان ما، امام عصر ما که الان امام در عصر حاضر که پیامبر فرمود هر کی بمیره و امام عصر خودش رو، امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت میمیره. این معرفته باید به کی تعلق بگیره؟ امام عصر و زمان ما. امام عصر ما که 12مین امام، واضحه. این امام الان قریبه طبق تمام روایات، هو الطرید الشرید الفرید الوحید. آقا نه خونه داره، نه اتاقی داره، نه جای ثابتی داره. امام زمان عزیزان غذا میخواد، غذا میخوره، میخوابه، استراحت میکنه. واقعا انسان در ظاهر انسانه و نیاز و احتیاجات انسانی رو داره. خب این امام که قصه با میخوریم همینه. در روایت داریم، ما در مناجات ها، روایت ها، زیارت ها این رو داریم که آقا جان ما نمیدونیم تو کجا هستی، کجا سر رو به خاک میذاری و استراحت میکنی، شب رو کجا سپری میکنی، روز رو کجا سپری میکنی. آواره هست امام، از خونه و زندگی طرد شده. خود امام در روز اول قیام اینها رو بیان میکنه که ما از دیار ما طرد شدیم، رانده شدیم، آواره شدیم. عزیزان اگر از دستتون برمیاد در امام مهدی کاری بکنید نکنید نامردید. من به شما عزیزان جسارت نمی کنم، اما خطاب به خودم و کلیت افرادی که میتونن کار کنن و نمیکنن. شما که بزرگوارید، همین که این صوت رو دارید گوش میکنید نشانه اینه که پیگیرید. خب خیلی ها هستن متاسفانه شیعن و اهل بیت رو قبول دارن اما هیچ کاری نمی کنند، فقط دنبال زندگی خودشون. میگن زندگی سخته. آقا زندگی سخته، از ما سخت‌تر مگه میشه؟ آخه بابا اینجوری نیست که یه دفعه فکر میکنم مثلا ما بی درد هستی. بابا همه گرفتارن. دوستان عزیز خیلی ها هستن ضایعات جمع میکنن، دینشون رو هم دارن، عاشق امام زمانشون هم هستن، مطالعه میکنن. به خدا حالا دیگه بگذاریم دیگه، من نمیخوام مثال بزنم. اینجوریه داستان. اصلا زندگی سخت منافات نداره. درسته فقر مطلق بده، فقر مطلق فقریه که طرف واقعا چند شب میگذره و پول نون نداره، حتی نون در خونش هیچی پیدا نمیشه بخوره. واقعا این شخص دیگه خیلی اوضاعش سخته و این دیگه واقعا چه مطالعه‌ای چه دینی الان میخواد این رعایت کنه. اوضاعش خیلی بیریخته. این باید اول به شکمش رسیدگی بشه. کسی که اینجوریه وضعش و چند شب بگذره تو یک شام نتونه بخوره، یک نون نتونه تهیه کنه، دیگه باره اون درسته. اما الواقعی مردم که زندگی دارن، شاید در هفته 2 روز پول نداشته باشه، یک هفته پول نداشته باشه، اما بعد از یه هفته یک کاری رو انجام میده، یه 100 تومن 200 تومن 300 تومن گیرش میاد و میتونه یه مقداری برای چند روزی طعامی خوراکی بخره و زندگیش رو جوری سپری کنه. ما خودمون همین بودیم به خدا قسم و الانم همین هستیم. ما عزیزان دل، بزرگواران، ارجمندان، ما باید برای امام مهدی کار انجام بدیم. اگر امام زمان قبول داریم، اگر خودمون رو شیعه میدونیم، کارم این نیست که بریم تبر بگیم بس ما مثلا بریم درخت کنیم زحمت اینجوری بکشیم یا اموالمون رو مثلا ببریم تحویل امام مهدی بدیم. این نیست که. بستگی داره به شرایط زندگی تک تک ما. سنت چقدره؟ کارت چیه؟ شغلت چیه؟ تخصصت چیه؟ یکی مثل منه میتونه بیاد تو میدون، خب من اومدم. اگر مثل من که میتونم بیام فعالیت کنم نکنم میشم نامرد. نامرد یعنی نامردی میکنم در حق امام زمانم. منظورم اینه، دارم واقعا در حق امامم نامردی میکنم. اگر من با این شرایطم نمی اومدم. یکی یه جور دیگه میتونه خدمت کنه، تخصصش چیز دیگری است. یکی پیج میزنه، یکی مطالب من و امثال من رو منتشر میکنه. فقط این رو فراموش نکنید، هدف واحد باید باشه. چی؟ انتشار بیشتر و بهتر روایات مهدوی. تش باید این باشه، این باید تقویت بشه. این باید یه کاری باید بکنیم که روایات بیشتر، بهتر، زیباتر در فضای مجازی منتشر بشه. ما به این نیاز داریم. یا علی مدد. میخوام این رو بگم، ما در آخرالزمانیم، شک نکنید کوتاهی دیگه قابل بخشش نیست، چون هر لحظه امکان ظهور هست. واقعا ها، واقعی این قضیه. حدیث داره همین رو میگه. خدا عزتتون بده. ببخشید من خورده آخراشو با هیجان گفتم.
واقعا اذیت میشم دیگه. یعنی دوست دارم این مطلب منتقل بشه به عزیزان. شما که واقعا این کارید، این جدی میگم، تعارف نمیکنم. کسی که این صوت رو الان داره گوش میکنه این کار است دیگه، میدانه اینها رو. اینو شما گوش میکنید چون خیلی عاشق امام زبانید، به دنبال سرنخی هستید که به امام زبان برسه، واسه همین همینجا هستید، تشریف دارید. دمتون گرم. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.